خونه‌هایی که فقط قیمت دارن، نه زندگی. طبق داده‌های رسمی مرکز آمار ایران در سال 85 حدود 600,000 خونه خالی توی کشور داشتیم. سال 95 این عدد رسید به 2.6 میلیون واحد. یعنی طی فقط 10 سال بیش از 4 برابر افزایش. تخمین‌های اخیر حکایت از این داره که الان ممکنه بیش از 3 میلیون واحد مسکونی بلا استفاده توی کشور وجود داشته باشه. این خونه‌ها برای زندگی نیستن. هستن فقط برای سوداگری. اونم زمانی که طبق اطلاعات غیر رسمی 3 میلیون خانوار مستاجر دیگه توان پرداخت اجاره رو ندارن و 70% درآمدشون میره برای اجاره. بله، اینا خونه‌هایی نیستن که مردم نتونن بخرن. اینا خونه‌هایی هستن که اصلاً برای زندگی ساخته نشدن. ساخته شدن برای فروش، برای سود، برای معامله. شاید باور کردنی نباشه، اما بعضی از این خونه‌ها 10 بار خرید و فروش شدن، اما تا امروز حتی یه بار کلید نخورده. در دنیا میانگین نرخ خونه‌های خالی در کشورهای توسعه یافته بین 5 تا 7% از کل واحدهای مسکونی است. اما در ایران این عدد به طور رسمی نزدیک 12% گزارش شده. یعنی حدود 2 برابر میانگین جهانی. چرا به اینجا رسید؟ به خاطر اینکه دولت‌ها میدونن که خونه نباید تبدیل به ابزار احتکار سرمایه بشه. در کانادا بر اساس قانون مالیات بر خونه‌های خالی اگه بیشتر از 6 ماه خونت رو بلا استفاده بذاری، سالانه باید تا 3% ارزش ملک رو مالیات بدی. در آلمان، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا هم قوانین سخت گیرانه‌ای برای جلوگیری از خالی موندن خونه‌ها وجود دارد. در ایران چی؟ نه مالیاتی، نه جریمه‌ای و نه نظارتی. درد ماجرا اینجاست که طبق گزارش رسانه‌های اقتصادی حدود 90,000 نفر در ایران مالک بیش از 500,000 خونه خالی هستند. یعنی هر نفر به طور میانگین 5 تا 6 واحد. در واقع بازار ملک به نفع 5% بالا طراحی شده، در حالی که 95% جامعه فقط نظاره‌گر بازی هست. بعد ماجرا اینجاست که حدود 900,000 واحد متعلق به اشخاص حقوقیه، یعنی بانک‌ها، دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی. خونه برای خیلی‌ها دیگه سقف نیست، سکه است. تو همین سال گذشته نرخ اجاره در ایران بیش از 41% افزایش داشته. در تهران پیدا کردن یک واحد زیر 10 میلیون اجاره ماهیانه تبدیل به افسانه شده. ما کشور خونه‌های خالی هستیم. خونه‌هایی که فقط قیمت دارن، نه زندگی. ساختیم تا بفروشیم، نه اینکه توش زندگی کنیم. این روایت فقط آمار نبود. داستان زندگی میلیون‌ها جوونیه که حتی خواب خونه‌دار شدن رو هم نمیتونن ببینن. کاش زندگی هم به اندازه سود اهمیت داشت.